قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. صدق الله العظیم. خدمت همه سروران عزیز و بزرگوار، بزرگان، موسفیدان، جوانان و نوجوانان عزیز، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحث امروزی ما و شما ادامه بحث های هفته گذشته هست. باز هم ارتباط به بیان مراسم و مناسک حج هست. هفته گذشته ارتباط به فضائل مکه مکرمه و فضائل مدینه منوره. امروز ارتباط به مراسم حج هست، چون در ماهای حج قرار داریم و در این ماها بهترین سخن و زیباترین سخن یاد بود از سرزمین حرمین شریفین و این رکن عظیم و بزرگ اسلام هست. الله سبحانه و تعالی در قرآن، همان قسمی که در هفته های گذشته اشاره کردیم، ارتباط به سرزمین وحی، ارتباط به مکه مکرمه آیات زیادی را نازل کرده و ما را متوجه او سرزمین ساخته و سرزمین مکه مکرمه را جزء شعائر دین قرار داده و اماکن او سرزمین را قداست و پاکی بخشیده. امروز بحث ما ارتباط به خود مراسم هست. احساس کنیم که همه ما قصد و اراده حج داریم، همه ما رو به سرزمین حرمین شریفین می رویم و همه ما می خواهیم که عازم سرزمین مکه مکرمه بشیم. حالا جسم ما اینجاست ولی روح ما طرف سرزمین دوست می رود. الله سبحانه و تعالی در قرآن مسئله حج که یک سوره داریم، سوره حج، و می فرمایه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. حج برای الله سبحانه و تعالی صورت بگیره، خاص به خاطر الله باشه. کسی که استطاعت داره، استطاعت مالی، استطاعت بدنی، موضوعاتی که در هفته های گذشته تا اندازه روی این موضوعات اشاره شد. جابر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت میکنه از نبی کریم صلی الله علیه و سلم و می فرمایه رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم یرمی الجمره. میگه دیدم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در لحظه جمره زدن که رمی جمره را داشتن و هو علی بعیره و هو یقول یا ایها الناس خذوا مناسککم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بالای شتر خود قرار داشتن و بعداً برای مردم خطبه خواندن و در بین خطبهشان این بود که یا ایها الناس، ای مردم، خذوا مناسککم. در یک روایت دیگه عنی، خذوا عنی مناسککم، شما مناسک، این مراسم خود را از من بگیرید. یعنی طوری که نبی کریم صلی الله علیه و سلم حج کردن، شما این چنین حج بنمایید. و مسئله حج مسئله که من و شما میدانیم که ما عبادت‌های داریم که بعض عبادت‌ها مربوط زمان میشه و بعض عبادت‌ها مربوط مکان میشه. عبادت‌هایی که به جز در همان مکان دیگه و عبادت به جای دیگری صورت نمیگیره و به همینه که خود حج
عبارت از چیه؟ عبادتیه که به طریقه مخصوص و در اوقات مخصوص و در مکان مخصوص. مثلا عبادت خود جمره زدن، جمره هم زمان خاصی داره و هم مکان خاصی داره. حالا مثلا عبادت نماز ظهر، نماز جمعه زمان خاصی داره اما مکان خاصی نداره که ما حتما نماز جمعه در هرات بخوانیم در قندهار نشه، در قندهار بخوانیم در کابل نشه. نه، نماز جمعه عبادتیه که فقط در زمان خاصی هست که روز جمعه، اما مکان خاصی نداره. هر جای و هر شهری مسجد داشت، در اون مسجد نماز جمعه خوانده میشه، مسجد جامعی که باشه. روزه ماه مبارک رمضان زمان خاص داره اما مکان خاصی نداره. ماه مبارک رمضان به هر کس که فرض شد چه کار میکنه؟ ماه مبارک رمضان روزه میگیره، چی در مغرب باشه، چی در مشرق و چی در شمال و چی در جنوب. در هر جایی که روزه ماه مبارک رمضان به او فرض شد چه کار میشه؟ روزه ماه مبارک رمضان رو میگیره. اما مسئله حج، حالا بحث زکات شما ببینیم بحثیه که زمانی هست. یک سال کامل از روی سرمایه و که مالک نصاب شد گذشته بود، آل زکات را هر جا میخواه بده، پولا رو به کیسی خو کنه، میخواه به یک کشور دیگه بره به فقیری بده، میخواه در ولسوالی خود، میخواه در شهر خود و میخواه بالاخره در هر جایی که دوست داره زکات رو میده. اما مسئله حج عبادتیه که اوقات مخصوص، طریقه مخصوص و مکان مخصوص، مکان خاص داره. ما نمیشه که بیاییم در این شهر یک خانه مثل خانه الله سبحانه و تعالی بسازیم، مثل کعبه شروع کنیم به طواف کردن. ما نمیشه که بالاخره یکی از این کوها را انتخاب بکنیم و بگیم که یکی جبل رحمت باشه و بالاخره این دشت فلان هم دشت وادی عرفات و منا و مزدلفه باشه. نه، جاییه که الله سبحانه و تعالی اونا رو خاص کرده. روز عرفه در تمام دنیا مسلمان ها روزه میگیرن، قداست داره، بزرگی داره. اما اگر خواسته باشیم روز عرفه عرفات بسازیم در یک جایی، روز عرفه عرفات بسازیم، مردم به حج و عرفات قرار دارن، ما هم بالاخره بیاییم بریم به دشت فلان زیارت یا فلان جا و فلان، نمیشه. پس حج گفتیم که وقتی که به طرف حج حرکت میکنیم اینه که طریقه مخصوص، هر عبادت طریقه مخصوص خود داره. اما بعضی عبادت ها مربوط به زمان و مربوط به مکان میشه که از اون جمله مسئله حج هست. و نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الحج عرفه، رکن عظیم و بزرگ حج عرفه است. اگر حاجی تا روز عرفه خود به عرفات نرسان، یعنی روز 10 ذوالحجه رفت به مکه شریف داخل شد و رفت به طرف عرفات، نه، تمام میشه، حجی دیگه نمیشه. عظمت و بزرگی عرفات هم فقط در روز عرفه. شما ببینیم که این چقدر نصوص برای ما و یک شیء که الله سبحانه و تعالی به او عظمت و بزرگی میده، ما باید همون روزی و همون ساعتی و همون ثانیه‌ای و مد نظر داشته باشیم. روز عرفه، دشت عرفات چی وقت عظیمه و بزرگه، چی وقت اونجا تجلیگاه پروردگار عالم میشه. حالا شب، همه شبها شبه، اما شب قدر در طول سال یک شبه و او هم در ماه مبارک رمضان. زیباترین شب، بالاترین شب، با ارزشترین شب، شب قدره. در بین روزها زیباترین و با افضلترین روز عرفه و او هم برای کی؟ برای تمام امت اسلامی. اما مراسم حج مخصوص حجاج که وارد عرفات میشن و نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند حج وقتی که تمام شد حاجی چه کار میشه؟ رجع کیوم ولدته ام. بعضی از علما میفرمایند وقتی غروب آفتاب روز عرفه، اگر حاجی وقتی حرکت میکنه از عرفات بیرون میشه، احساس کنه که در وجودش گناه هست، گناهکار میشه.
این حالتیه که الله سبحانه تعالی به او سرزمین گذاشته و به او سرزمین نهاده. پس بناهن حج گفتیم که رکن از ارکان اسلام یا رکن پنجم از ارکان اسلام هست. حالا ما و شما میخواییم طرف حج بریم با عالم روح. الله جسمهای ما و شما را روزی باشه که طرف حج ببره، جسمان و روحن بریم به سرزمین حرمین شریفین. وقتی که ما طرف مکه مکرمه حرکت میکنیم، الله سبحانه و تعالی برای ما میقات گذاشته. میقات ها یعنی چی؟ جاییه که ما را متوجه میسازه که از اینجا متوجه باش که به کجا؟ به طرف سرزمین حرم حرکت میکنی، به طرف مکه مکرمه حرکت میکنی، به طرف سرزمین دوست حرکت میکنی، به طرف کعبه معظمه و مشرفه حرکت میکنی. پس بناهن میقات هست. ما از لحاظ شرعی دو نوع میقات داریم، یک میقات زمانی هست، یک میقات مکانی. میقات زمانی حج 2 ماه و 10 روز، ذوالقعده میایه، شوال، ذوالقعده و 10 روز هم از چی؟ از ذوالحجه. امروز چندم ذوالقعده هست؟ امروز 11 ذوالقعده هست. یعنی میشه گفت کمتر از یک ماه به عید مانده، به روز 10 مانده که روز عید قربان باشه. و حجاج بعداً تشریح میکنیم و توضیح میدیم و بیان میکنیم که در کدام روز عازم مراسم حج میشن. میقات به 2 نوعه، میقات زمانی هست و میقات مکانی. میقات زمانی چند روز شد؟ 2 ماه و 10 روز، شوال، ذوالقعده و 10 روز هم از ذوالحجه. اینا رو میگن ماهای حج. و بعد میایم میقات مکانی، میقات هایی که از جاهای مخصوصی که حجاج از اونجا احرام بسته میکنن. باید احرام بسته کنن، باید نیت حج داشته باشن. نیت حج کسی داره، نیت عمره کسی داره، باید چه کار بکنه؟ باید از میقات عمره بسته کنه. حالا این میقات ها چند جا هست و در کدام جاها هست، اینها را باید بفهمیم و باید بدانیم. میقات مکانی 5 مکان تعیین شده برای میقات هایی که از اونجا حجاج چه کار میکنن؟ احرام بسته میکنن. مردم مدینه منوره از منطقه به نام ذوالحلیفه در اونجی که میقات مردم مدینه منوره هست، از اونجی باید احرام بسته بشه و بعداً حرکت میکنه به کجا؟ به طرف مکه مکرمه. مردم اهل شام، مردم مصر و مردمانی که از سمت مغرب عازم بیت الله الحرام میشن به نام جحفه، یک مکانی هست، منطقه هست، از اونجا چه کار میکنن؟ احرام بسته میکنن. مردمانی که اهالی نجد و حجاز و او سرزمین ها که هستن، از منطقه قرن المنازل از اونجا احرام بسته میکنن. و 4 مردمانی که از اهل یمن و بالآخره این سرزمین های ما و شما و مشرق و اینها که میشه به نام یلملم که میقات این مردم هست، از اونجا چه کار میشه؟ احرام بسته میکنن. و ذات العرق، مردمانی که میقات اهالی عراق و کسانی که از او سمت حرکت میکنن در این منطقه چه کار میکنن؟ احرام بسته میکنن. و اهل مکه مکرمه هم، خود مکه مکرمه برای اونها میقات هست که نیت حج داشته باشن، از همانجا احرام بسته میکنن. پس این 5 نوع میقات شد. برای اهل مکه هم خود مکه مکرمه که میشه 6 نوع. و ما و شما هم وقتی که حجاج از افغانستان میرن، یا ای که میگم از داخل میدان هوایی احرام بسته کنین، حجاج احرام بسته میکنن، یا ای که داخل طیاره، وقتی طیاره به منطقه میقات که نزدیک میشه، برای حجاج میگن نزدیک میقات شدیم، هم داخل طیاره حجاج چکار میکنن؟ احرام بسته میکنن. پس این 5 نوع میقات، میقات ذوالحلیفه اهل مدینه، میقات جحفه میقاتگاه اهل شام، و میقات قرن المنازل میقات اهالی نجد و اینها، یلملم میقات اهالی یمن و یا اهل فارس و مردم مشرق و اینها، و ذات العرق هم میقاتگاه اهل عراق و
اینها و میقات مکه مکرمه و اهل مکه مکرمه خود مکه مکرمه هست. حالا حاجی وقتی که به میقات رسید برایش گفته میشه که احرام بسته کن. خب احرام مرد همان دو پارچه هست دو پارچه ای که بالاخره دو پتو دو ردا که معروف و مشهوره که به نام احرامی که هر کدام ما و شما بالاخره به او آشنایی داریم. میقات وقتی که رسید خب مرد احرام بسته میکنه، احرامی و همینه که همی دو تکر چکار میکنه میپوشه و بعداً به اونجی مهمه که چی نیت میکنه. و زن احرامی و همینه که فقط روی خود را نمیپوشه، دیگه سر تا پا پوشیده هست. حالا قبل از این که ارتباط به احرام یا ارتباط به موانی احرام و اونها اشاره بشه، چی خوبه که خود حج ما بفهمیم که انواع حج چیه. عزیزانی که به حج میرن در اونجی بعضی حجاج حاجی تمتع هست، بعضی حاجی قران هست و بعضی حاجی مفرد هست. اینها چگونه حجاج هست و نیت اینها چگونه هست؟ حج به سه قسمه. به ای که حج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی بوده، بعضی اقوال میاره که حجی تمتع بودن، بعضی حجی قران بودن و بعضی حجی مفرد بودن. قول جمهور و صحیح همینه که حج نبی کریم صلی الله علیه و سلم حج تمتع بوده و نبی کریم صلی الله علیه و سلم حج تمتع داشتن. تمتع چی معنا؟ عبارت از بستن احرام به عمره. در کجا؟ در ماهای حج. مثال بسیار ساده، یک برادری حرکت میکنه رو به طرف حج، اگر نیت حج تمتع داره، وقتی که احرام بسته کرد از این میقات هایی که نام گرفتیم، مثلا حجاج را اگر ابتدا ببرن طرف مدینه منوره، خب میقات یا کجا میشه؟ ذوالحلیفه میشه دیگه. از ذوالحلیفه عزیزانی که به حج رفتن، خصوصا حجنا قبل از حج مدینه منوره رفتن، میقاتنا ذوالحلیفه بوده. حج تمتع اینه که حاجی وقتی که نیت میکنه نیت عمره میکنه، اللهم انی اريد العمره فیسره لی و تقبله منی. یعنی در ابتدا کسی که حج تمتع داره اسم حجر نمیبره، نیت حجر نداره، نیت عمره داره. میره در مکه مکرمه، بعد از مراسم عمره که ختم شد باز در روز هشتم دوباره نیت حجر میکنه. این حج چی شد؟ حج تمتع شد. حج قران باز میگه اللهم انی اريد العمره والحج، خدایا من اراده عمره و حج دارم. قران یعنی پیوست، عمره و حج با هم چکار میکنه؟ با هم پیوست میده. میره مکه مکرمه، بعد از این که طواف کرد مراسم عمری و ختم شد، خود را حلال نمیکنه. در تمتع خود را حلال میکرد در تمتع. به خاطر که برای دوستا خوب واضح بشه من خود را مثال میزنم. از اینجا حرکت میکنم میرم طرف مکه مکرمه، من حاجی تمتعم. حاجی تمتع از فایده، یک فایده حاجی در وسط میگیره، یعنی یک دمراستی میکنه. حاجی تمتع احرام بسته میکنه، میره مکه مکرمه. من رفتم مکه مکرمه، طواف، بعد از طواف که خلاص شد، 2 رکعت نماز خونده شد، میریم صفا و مروه. صفا و مروه که بیرون شدیم، بعد از ختم صفا و مروه حاجی تمتع چه کار میکنه؟ سر خود را میتراشه یا موی خود را کم میکنه، از احرام بیرون میشه. از احرام که بیرون شد خلاص لباسا خور میپوشه، میره به اتاق و دیگه ممنوعیتی در این حج ازی و در این عمره ازی و در این، چون احرام نداره دیگه. حالا این انتظار میکشه، همراه لباسا ببریونه، میایه به مسجد الحرام، نماز میخونه، دعا میکنه، طواف نفل میکنه تا روز هشتم. روز هشتم که رسید دوباره از داخل اتاق خود یا از داخل بالاخره مسجد الحرام، هر جایی که هست خود در امون مکه مکرمه، عزم و اراده چی میکنه؟ دوباره عزم و اراده حج. اینجا میگه اللهم انی اريد الحج، خدای من اراده حج دارم. این مراسم حج نیت میکنه و میره مراسم شروع میشه که بعداً باز توضیح میدیم. این حاجی چی شد؟ حاجی تمتع شد. حاجی قران کمی سخته دیگه. حاجی قران نیت میکنه از داخل این میدان هوایی. حاجی مثلا از امروز ببرن، از فردا ببرن، 1 ماه دیگه هم بالاخره به عید مانده. وقتی که حاجی از اینجا نیت میکنه اللهم انی اريد
اريد الحج والعمره، خدای من اراده حج و عمره دارم، هر دو تا. حاجی میره طواف میکنه، بعد از طواف صفا و مروه انجام میده، بعد از ختم صفا و مروه احرام به جانیونه خودر چکار نمیکنه، خودر حلال نمیکنه. همی احرام همی تا به جانیونه تا ختم مراسم روزی که جمره میزنه، روز 10 ذوالحجه. حالا 10 روز مونده باشه، 20 روز مونده باشه، روزهای ایام حج هم گفتیم که میقات زمانی و چند روزه؟ 2 ماه و 10 روز. اگر حجی در شوال رفته باشه، نیت حج هم حجی قران شده باشه، تا ایام حج که ختم میشه داخل احرامه. احرام به جانیونه، امو 2 لباس به تنیونه، تمام ممنوعات احرام رو باید مد نظر داشته باشه، تمام ممنوعات. به این واسطه و سخته دیگه، اجر و ثوابی هم بیشتر و بیشترتر هست. گرچه بین علما باز بحث اختلافیه که آیا حج تمتع ثوابی بیشتر یا حج قران، چون زحمت قران بیشتره، هر عبادتی که مشقتی و بیشتر بود در این شکی نیست که اجر و ثوابی هم بیشتره. ولی این توصیه برای اکثر دوستان میشه که اگر اونایی که عزم و اراده حج دارن، بهترین حج تمتعه. و خیلی از دوستان به اونجا میدیدیم که نیت قران کرده بودن اما بسیار اذیت شده بودن، و بهترین حج تمتع هست، چون در این زمان و در این شرایط او صبر و او حوصله و او طاقت و اینها کمتر مونده. بازم هر دوست و هر عزیزی که هر نیتی در توان خود میبینه و نیت از او اختیاری هست. یه حج قران شد. حج مفرد از داخل مکه مکرمه فقط و فقط عزم و اراده حج میکنه، نیت عمره نداره. اللهم اینی اريد الحج، من اراده حج میکنه، میره مستقیم به مراسم شرکت میکنه و حج مفرد عمره نیت نمیکنه. پس این 3 نوع از انواع حج شد: حج تمتع، حج قران و حج مفرد. و بیشترین حجاج و اکثریت حجاج هم حج تمتع هست. کیفیت عمره که کمک مفصل توضیح داده بشه. حاجی از اینجا اراده حج میکنه، نیتم نیت تمتع هست. اول وقتی که نیت تمتع باشه نیت چی میکنه؟ نیت عمره میکنه. عمره از اینجا وقتی که داخل میدان هوایی یا داخل طیاره یا اول به مدینه منوره رفته بود، از ذوالحلیفه اولین کاری که میکنه حاجی غسل میکنه. اگر شرایط غسل وری و برابر بود غسل میکنه، اگر برابر نبود وضو میگیره. وضو که گرفت قبل از اینکه احرام رو به جان خود داشته باشه خوشبویی میکنه. یعنی اگر قبل از اینکه احرام و نیت احرام رو کرده بود خود عطر میزنه، وجود خود خوشبویی میکنه، اشکال نداره. اما وقتی احرام به جان انسان آماد و نیت آماد، اینجا دیگه باز ممنوعیات بعداً اشاره میشه که برای حاجی چی کارهای ممنوع هست که او انجام نده. پس به اینه که حاجی غسل کرد، جای غسل برابر نبود وضو گرفت، اگر بدن خود خوشبویی کرد اشکال نداره و بعداً احرام رو به تن میکنه. احرام مرد گفتیم همون 2 لباس، 2 ردا و 2 پتویی که هست. احرام زن هم همون لباسی که داره همونه، هیچ فرقی نمیکنه. حتی بین جامعه ما معروف و مشهور شده که زنها وقتی طرف حج میرن کوشش میکنن به خود لباس چی؟ لباس سفید بپوشن. لباس سفید باشه، لباس سیاه باشه، لباس هر رنگی که میخواه باشه اشکالی نداره. مهم اینه که احرام زن رو از او پوشیده نباشه. متاسفانه یک بدبختی که در مسیر راه حج بعضی از عزیزا متوجه نمیشن این قضیه که از همینجا که از خانه خود که بیرون میشه، می زن مسلمانی که 40 سال کسی رو از او ندیده، از همینجا که بیرون میشه دیگه رو از این معلومه. هم داخل میدان هوایی هم میبینیم که روی بیرونه پوشیده نیست. این فکر میکنه که این از همین لحظه دیگه رو از این هر کس ببینه اشکال نداره. این باید حجاج ما متوجه باشن. ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرمایند که ما در مسیر حج بودیم، روهای ما باز بود، چون نیت حج که زن داشته باشه باید روی در وقت احرام باز باشه، در وقت احرام باز باشه. میگه وقتی که از کنار ما مردان اجنبی گذر میکردن ما نقاب بر پایین مینداختیم، باز که مردان اجنبی تیر میشدن پس روبند در بالا مینداختیم. یعنی ام المؤمنین اینقدر به این کار دقیق بودن. امروزه شما ببینیم چقدر مسئله رو
حکومت اسلامی اعلان میکنه که زن اگر به تلویزیون میایه روی پوشیده باشه چقدر سر و صدا میکنه، چقدر به کوچه و بازار امروزی ما و شما زنها روی و معلوم میشه. یک وقت یک کسی گفته که این زنها خیلی روهای نامعلوم میشه، تو اینا هم نیت حج عمره کردن. مسئله حج کنیست، مراسم حج حرکت کردی، نیت حج کردی، روی تو باز باشه. وقتی به پیش مردان اجنبی رسیدی باز پس روی خود رو بپوشان. نبی کریم صلی الله علیه و سلم ارتباط به پوشیدن رو، خود قرآن یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. جلابیبهن چیه؟ جلابیبهن همینه که باید روی زن کاملا پوشیده باشه، پوشیده باشه، این جلبابه، سر تا پا پوشیده باشه. این به خاطر چی هست؟ این به خاطر چیه؟ امروز متاسفانه خواهران ما این متوجه نشدن. همیشه قیمتی که آدم قایم میکنه میپوشانه. هیچ کس تا به حال ندیدیم که پولها خور بریزانه داخل خانه. هیچ زن و هیچ خواهر تا به حال ندیدیم که طلای داشته باشه او با اشغالدونی انداخته باشه، داخل خانه انداخته باشه، داخل کفشدانی انداخته باشه. طلا رو بمونجی هر زن یک انگشتری داره او در رقم تا دو تسمال میپیچونه به یک جای میگذاره که کسی خبر نشه. نیتی هم همینه که همین طلا مر یک روز دوز نباره. دوز تو خواهر مسلمان نمیفهمی که به این کوچه و بازار چقدر دوزاییه که از او چهره تو دزدی میکنه. به اینه دین، شریعت. بحث حج، شریعت میگه زن احرامی و همینه که فقط روی خود را در وقتی که احرام داره نپوشه. وقت اجنبی و بیگانه ها از کناری و چکار شد عبور کرد، رو بند خور پایین بندازه. دوستا و عزیزانی که به سرزمین رفتن حتما دیدن و عزیزانی که تصمیم و اراده دارن ایر میبینن خیلی از زنهای عرب در طواف در صفا و مروه یک قسم کلاهای ساخته شده الان که یک قسم پیک داره تا به این اندازه چادر از این میایه بالی از او انداخته میشه که هم روی بازه و هم روی پوشیده، هم احرامی و درست میشه و هم کسی هیچ اجنبی و بیگانه او رو نمیبینه. به این عزیزان و بزرگواران، پس احرام که بسته شد مردها گفتیم دو لباس و زنها هم روی اینا بالآخره باز میشه. 2 رکعت نماز میخوانن در همین میقات. اگر جای نماز بود مثلا داخل طیاره احرام بسته میکنه شخص وضو میسازه، هم خب جای نماز نیه که نماز بخوانه. این نماز سنت و مستحبیه، اگر ترکم بشه به جایی که جای نماز نبود اشکال نداره.